رژیم فست بگیری، بیا تا بهت بگم چی کار کنی که وزنت بیاد پایین و بهش شوک بدی. 8 صبح یه نوشیدنی بدون کالری مثل چای، آب، قهوه تلخ میتونی مصرف کنی بدون هیچ چیز اضافه‌ای. 10 صبح فست تموم میشه. نان، کره، بادام و عسل میتونی مصرف کنی یا حالا دیگه هرچی برای صبحانه دوست داشتی، ولی باید طبق اون کالری مصرفیت باشه. یعنی من میتونم 1400 کالری مصرف کنم، باید طبق همون باشه. اینایی که میگم من به طور مثال دارم میگم. 12 ظهر میتونی ناهار بخوری، سبزی، پلو، ماهی با زیتون. 3 بعد از ظهر میان وعده، موز، پسته یا خرما. 7 بعد از ظهر دیگه شامتو باید بخوری، فیله مرغ، سالاد فصل. 8 شبم دیگه فصلت شروع میشه و بازم باید نوشیدنی های بدون کالری مثل دمنوش، آب و چای مصرف کنی. لطفاً اگه ویدیو براتون مفید بود لایک و سابسکرایب فراموش نشه.